توجه در شما قسمت متشکرم و شما گذشته رو به ما با خدا. هم صحبت کردیم که خدا. معاینه نوزاد اولین قسمتش مثل سایر سنین معاینه جنرال کاندیشن هستش و در معاینه جنرال کاندیشن ما 7 قسمت رو با هم صحبت کردیم که باید در معاینه جنرال کاندیشن انجام بشه. این معاینه‌ای که در جنرال کاندیشن به عنوان اولین قسمت معاینه ما در معاینه هر نوزادی انجام میدیم همون معاینه‌ای هست که به عنوان معاینه اتاق زایمان هم معروفه، به این صورت که وقتی که نوزادی به دنیا میاد بعد از اقدامات اولیه‌ای که انجام میشه فرد زایمان کننده که میتونه پزشک زنان یا ماما باشه معاینه رو از نوزاد به عمل میاره که محدود به جنرال کاندیشنه، یعنی فقط همین 7 آیتم رو معاینه میکنه و بعدا در 24 ساعت اول عمر نوزاد به طور کامل دوباره توسط یک متخصص اطفال حتما باید که معاینه بشه. به جز معاینه جنرال کاندیشن که در اتاق زایمان انجام میشه، در اتاق زایمان ضریب آبگار هم به صورت معاینه از نوزاد گرفته میشه. ضریب آبگار در واقع یک نوع درجه بندی و اسکورینگ هستش که در دهه 90 توسط خانم دکتر ویرجینیا آبگار برای اولین بار ابداع میشه که ایشون یک متخصص بیهوشی بوده. این ضریب رو در واقع ایشون ابداع میکنه و میگه که ما توسط اندازه‌گیری این ضریب میتونیم به حال عمومی نوزاد پی ببریم. اندازه‌گیری این ضریب رو شما دانشجویان محترم همه باید که بلد باشید. همونطور که میبینید در این روش اسکورینگ 5 آیتم نمره داده میشه که شامل وضعیت تون عضلانی نوزاد، هارت ریت نوزاد، پریمیس در نوزاد، معاینه در واقع رنگ نوزاد و وضعیت تنفس نوزاده. به هر کدوم از اینها 0 تا 2 نمره داده میشه، به این صورت که تونیسیتی نوزاد اگر که کاملا شل باشه 0 نمره میگیره، اگر که نیمه شل باشه به صورتی که بازوها و پاهای نوزاد در وضعیت سمی فلکس قرار داشته باشن 1 نمره میگیره، اگر نوزاد هر 4 اندامش بر روی تن خم باشه و اکتیو موشن داشته باشه در اینجا 2 نمره میگیره. هارت ریت نوزاده که اگر 0 باشه 0 میگیره، اگر کمتر از 100 باشه 1 میگیره و اگر بالای 100 باشه 2 نمره میگیره. گریمکس یا رفلکس ایریتابیلیتی هست، به این صورت که ما میایم یک سوندی رو به طور ناگهانی در دهان یا بینی نوزاد وارد میکنیم. اگر نوزاد هیچ علامتی نشون نده 0 میگیره، اگر دیگه مقداری فقط صورتش رو جمع بکنه، گریمیس یعنی شکلک در آوردن، یکم صورتش رو جمع کنه یا یک کمی اندامهاش رو فلکس بکنه در این صورت 1 میگیره. ولی اگر که اکتیو موشن از خودش نشون بده به این صورت که صورتش رو عقب بکشه یا عطسه بکنه یا اینکه سرفه بکنه 2 نمره در اینجا میگیره. وضعیت رنگ پوستشه که اگر که نوزاد کاملا سیانوزه باشه یا اینکه کاملا پیل باشه در این صورت 0 میگیره، اگر تنه صورتی و اندامها سیانوزه هست 1 میگیره و اگر کاملا صورتی 2 نمره میگیره. وضعیت تنفسشه که اگر تنفس نداره 0 میگیره، اگر تنفس آهسته یا نامنظم داره 1 میگیره و اگر یک گریه کاملا طبیعی و اکتیو داره در این صورت 2 میگیره. خب ما به این 5 آیتم نمره میدیم و اینها رو با هم جمع میکنیم و به این صورت ضریب آبکار نوزاد رو پیدا میکنیم. ضریب آبکار طبیعی ضریب بالای 7 هست. خب 5 تا آیتم هستن، اگر هر کدوم 2 نمره بگیرن به صورت کامل 10 نمره میتونه امتیاز آبکار داشته باشه. امتیاز بین 7 تا 10 رو ما نرمال تلقی میکنیم و کمتر از اون غیر طبیعی. اگر نوزادی امتیاز بین 0 تا 3 داشته باشه severely depressed تلقی میشه و باید اقدامات خیلی شدیدی برای نوزاد صورت بگیره و احتمال زیاد نوزادی هستش که نیاز به اینتوبیشن داره. البته من توجه شما رو به این مسئله جلب میکنم که ضریب آبکار نیاز به انجام احیا رو در نوزاد نشون نمیده. چه چیزی نیاز به انجام احیا رو در نوزاد نشون میده؟ خب حتما همه درست گفتید. ببینید ما در
نوزادی که به دنیا میاد، اگر نوزاد رو احساس بکنیم که با اون 3 سوال اولیه‌ای که از نوزاد عمل میاریم، اگر ببینیم که نوزاد نیازمند احیا هست، ما گام‌های نخستین احیا رو برای نوزاد شروع میکنیم و بعد در ثانیه 30 تولد، وقتی که ما نوزاد رو ارزیابی میکنیم، در ارزیابی ثانیه 30 تولد هستش که ما تصمیم میگیریم آیا نوزاد نیازمند اقدامات پیشرفته تر احیا هست یا نه. بنابراین ما صبر نمی کنیم تا دقیقه 1 که ما از نوزاد ضریب آبکار رو به عمل بیاریم و بعد بخوایم که اون موقع در مورد انجام احیا تصمیم بگیریم. فقط ضریب آبکار در دقیقه 1 به من نشون میده اون اقداماتی که من تا کنون نشون دادم چگونه روی حال عمومی این نوزاد تأثیر کرده و حال عمومی نوزاد چطوره. اگر ضریب آبکار نوزاد بین 7 تا 10 یعنی نرمال بود در دقیقه 1، من یک بار دیگه هم در دقیقه 5 ضریب آبکار رو انجام میدم و بعد اگر اون هم نرمال بود در برگه آبکار نوزاد، که برگه‌ای هست که در پرونده همه نوزادانی که به دنیا میان وجود داره و من ذکر میکنم که نوزاد ضریب آبکار دقیقه 1 و دقیقه 5 چقدر بوده. اما اگر ضریب آبکار نوزاد غیر طبیعی باشه، یعنی از 7 کمتر باشه، من هر 5 دقیقه ضریب آبکار نوزاد رو چک میکنم تا اینکه این به دقیقه 20 برسم. یعنی دقیقه 1، 5، 10، 15 و 20 من ضریب آبکار رو چک میکنم. ضریب آبکار دقیقه 20 میتونه با وضعیت در واقع پروگنوز سیستم عصبی نوزاد ارتباط داشته باشه. همونطور که عرض کردم خدمتتون، آبکار اسم خانم دکتری هست، فامیلی، یعنی خانم دکتری هستش که این ضریب رو برای اولین بار ایشون ابداع کردن. ولی ما برای اینکه یاد بگیریم، حفظ بکنیم راحت‌تر که ضریب آبکار چگونه اندازه گیری میشه، بعضی اومدن و گفتن خب ایش نشون دهنده اکتیویتی یعنی ماسل تون بچه هست، پی پالسش رو نشون میده، جی علامت گریمیس، ای اپیرنس یا همون رنگش رو نشون میده و آر رسپیریشن. یعنی در واقع اسم ایشون که آبکار هستش، با یاد گرفتن اسم ایشون شما میتونید که یادم بگیرید که چگونه این ضریب اندازه گیری میشه. خب نوزاد در دقیقه 1 و 5 بعد از تولد در اتاق زایمان ضریب آبکارش اندازه گیری میشه و در همون اتاق زایمان هم معاینه اولیه اتاق زایمان انجام میشه و بعد نوزاد به نزد مادر یا حالا به بخش نوزادان بر حسب مورد نوزاد منتقل شده. در 24 ساعت اول تولد همه نوزادان باید حتما توسط متخصص اطفال ویزیت بشن و معاینه بشن. گفتیم اولین قسمت معاینه جنرال کاندیشنه. من روبروی نوزاد می ایستم، دستم رو شستم، دمای اتاق مناسب، نوزاد لخته، من به نوزاد نگاه می کنم و این در واقع وضعیت کلی جنرال کاندیشن یا جنرال اپیرنس نوزاد رو در اون 7 آیتمی که خدمتتون گفتم بررسی می کنم. رنگ نوزاد، پوسچر نوزاد، رسپیریشن نوزاد، وضعیت وزن و سن حاملگی نوزاد، وجود مالفورماسیون های ماژور، وجود تروماهای زایمانی و وجود جیترینس. خب من جنرال کاندیشن رو نگاه کردم در نوزاد و این 7 آیتم رو در نوزاد در ذهن خودم بررسی کردم. بعد از جنرال کاندیشن در معاینه در همه سنین معاینه وایتال ساینه. اما در نوزادان و شیرخواران کوچیک از اونجایی که اگر ما بیایم وایتال ساین رو معاینه کنیم ممکنه نوزاد به گریه بیفته و بعضی از معاینات حیاتی مثل معاینه قلب و ریه، معاینه چشم و معاینه شکم با گریه نوزاد دچار اختلال بشه. ما در نوزادان و شیرخواران کوچیک بعد از معاینه جنرال کاندیشن معاینه قلب و ریه رو انجام میدیم، بعد میریم سر معاینه چشم و بعد از اون بریم معاینه شکم. بعد از معاینه شکم حالا ما میایم وایتال ساین رو معاینه میکنیم. بعد از معاینه وایتال ساین در تمامی طب اطفال همیشه گروت ایندکسز معاینه میشه، چیزی که تفاوت طب اطفال و طب داخلی در معاینه هست. ما در طب داخلی معمولا معاینه گروت ایندکسز نداریم ولی در اینجا حتما معاینه میشه و بعدش میایم معاینه از سر تا پا و معاینه پوست رو در نوزاد انجام میدیم. خب
ما جنرال کاندیشن رو معاینه کردیم، حالا میخوایم بریم معاینه قلب و ریه رو انجام بدیم. معاینه ریه در دوره نوزادی نسبت به سایر سنین زیاد تفاوت چندانی نداره، اما برای معاینه قلب ما کانونهای قلبی مثل در واقع بردر راست استرنوم در قسمت بالایی، بردر چپ استرنوم در قسمت بالایی، بردر چپ استرنوم در قسمت در واقع پایینی و ایپکس قلب رو میخوایم معاینه میکنیم. در دوره نوزادی سوفت‌های فیزیولوژیک زیادی شنیده میشه. اکثر این سوفت‌ها فیزیولوژیک هستن. اگر من سوفتی که میشنوم 1 تا 2 شیشمه، اگر سیستولیکه و اگر نوزاد من هیچ علامت قلبی دیگه ای نداره، یعنی نوزاد من خوشرنگه، کپیلری فیلینگ تایمش نرماله، یعنی اگر که من روی بستر ناخونش فشار میدم و اینو رها میکنم 1 و 2 و 3 به این ترتیب میشمرم، بیشتر از 3 ثانیه طول نمیکشه تا تغییر رنگ بستر ناخون برگرده. اگر که نوزاد من سیانوز نداره، پیل نیستش، دیسترس تنفسی نداره، پس علائم قلبی من در این نوزاد مشاهده نمی کنم و فقط یه سوفت 1 تا 2 شیشم سیستولیک داره، در این صورت ما میگیم ممکنه این سوفت فیزیولوژیک باشه. در این صورت ما صبر میکنیم، نیاز به اکوکاردیوگرافی نداره. هفته آینده دوباره نوزاد رو ویزیت میکنم، هر هفته تا 3 هفته. اگر تا 3 هفته یعنی تا 21 روز این سوفت برطرف شد، در این صورت من میگم این سوفت فیزیولوژیک بوده. ولی اگر که من دیدم که این سوفت افزایش پیدا کرد، نوزاد من علامت دار شد یا بیشتر از 21 روز هنوز اون سوفت قبلی با همون کیفیت هست ولی پایداره، حتما من باید ارجاع به کاردیولوژیست اطفال بدم و نوزاد اکوکاردیوگرافی بشه. یکی از معایناتی که امروزه برای تشخیص کانجنیتال هارت دیزیز در نوزادان به صورت روتین باید انجام بشه، اسکرینینگ پالس اکسیمتری در همه نوزادان هست که در 24 تا 48 ساعت اول تولد، یعنی بین 24 تا 48 ساعت عمر، باید پالس اکسیمتری از دست راست و یکی از پاهای نوزاد انجام بشه. اگر نوزادی این پالس اکسیمتری هم در دست هم در پا بالای 95% بود و تفاوت بین دست و پا از 3% کمتر بود، در این صورت ما میگیم پالس اکسیمتری نرماله. در غیر این صورت ما باید نوزاد رو حتما اکوکاردیوگرافی به عمل بیاریم و این میتونه با سنسیتیویتی و اسپسیفیسیتی بالایی نشون دهنده کانجنیتال هارت دیزیز در نوزاد باشه، حتی اگر سوفت قلبی وجود نداشته باشه. خب من معاینه قلب و ریه نوزاد رو انجام دادم. بعد از معاینه جنرال کاندیشن حالا میرم سر معاینه چشم نوزاد. در معاینه چشم نوزاد اینجا ما چیزی که برامون اهمیت داره که تا نوزاد گریه نکرده حتما بررسی بکنیم معاینه رد رفلکسه. همونطور که میدونید برای معاینه رد رفلکس من به کمک افتالموسکوپ رو روی شماره 0 افتالموسکوپ قرار میدم و در فاصله 30 سانتی متری از چشم نوزاد میام نور رو به مردمک نوزاد میتابونم. نور از مردمک رد میشه، میره به شبکیه میرسه و برگشت نور رو من به صورت قرمز شدن کامل مردمک میتونم ببینم. این یک رد رفلکس نرمال رو در این چشم نوزاد در سمت راست چشم نشون میده. برای اینکه نوزاد چشمش رو باز بکنه این تصویر داره روش غلط رو توجه بفرمایید، تصویر داره روش غلط رو به شما نشون میده. ما حق نداریم که چشم نوزاد رو با دست خودمون باز بکنیم. برای اینکه نوزاد چشمش رو باز بکنه من دستم رو زیر سر نوزاد میذارم و به سر نوزاد یک سری حرکات پاندولی میدم. بالا و پایین رفتن سر نوزاد باعث حرکاتی در وستیبول نوزاد میشه و رفلکس وستیبول و اوکولر تحریک عصب هفت میده که باعث میشه که نوزاد چشم خودش رو باز بکنه.
اگر که من رد رفلکس رو در یکی از چشم‌ها یا هر دو چشم نوزاد نبینم، میگن که نوزاد لوکوکوریا داره. لوکوکوریا یعنی مردمک سپیده. علل مختلفی میتونه باعث لوکوکوریا بشه. هر علتی که باعث بشه که نوری که از افتالموسکوپ عبور میکنه به شبکیه نوزاد نرسه. حالا ممکنه که کدورتی در لنز باشه مثل کاتاراکت، یا در ویتره باشه مثلا خونریزی ویتره باشه، یا اختلال در خود رتین باشه مثلا دکولمان رتین اتفاق افتاده باشه، یا رتینوبلاستوما باشه، یا اینکه بیماری های سیستمیک مهمی رو در واقع پشت این مسئله ممکنه که ما بهش شک بکنیم. مثلا بچه هایی که بیماری های متابولیک دارن، یا در نوزادانی که ببخشید ROP یا رتینوپاتی پرمچوریتی داشته باشن. بعد از معاینه چشم من معاینه شکم رو انجام میدم. روش معاینه شکم، روش درست معاینه شکم در نوزاد به نام روش پلکانی مشهوره و اون چیزی هست که شما در این روش میبینید. به این ترتیب که من نوک هر 4 انگشت یک دستم و که دست قالب من هست، مثلا در من دست راست، من در قسمت پایین شکم در هایپوگاستر نوزاد میذارم. ممکنه که نوزاد شکمش رو سفت کرده باشه یا داره گریه میکنه. من دستم رو آروم روی شکم تماس میدم، فشار نمیدم. نوزاد همینطور گریه که میکنه بالاخره خسته میشه و تنفس میکنه. دم که میکشه عضلات شکم شل میشن. من اولین لمس خودم رو انجام میدم و یه پله بالاتر میرم. باز صبر میکنم تا نوزاد نفس بعدی رو بکشه. شکم که شل شد من لمس دومم رو انجام میدم و بالاتر میرم، همینطور تا اینکه میرسم به لبه دنده در سمت راست. بعد قسمت میانی شکم و بعد قسمت چپ شکم رو معاینه میکنم. پس از قسمت هایپوگاز شروع میکنیم، پله پله بالا میریم تا به لبه دنده ها برسیم. این تصویر داره لمس اشتباه رو نشون میده. ما در موقع معاینه شکم هیچ وقت به این صورت دو طرف شکم رو فشار نمیدیم یا با دست دیگمون رو اشتباهاً بر روی چست نوزاد. نباید که قرار بدیم که روش اشتباه معاینه هستش. در معاینه شکم ممکنه که کبد به صورت طبیعی تا 2 سانتیمتر و طحال تا 1 سانتیمتر زیر لبه دنده در نوزاد لمس بشن. کلیه ها ممکنه که پل تحتانیشون دو طرفه لمس بشه، اما اگر کلیه ها در دو طرف انقدر بزرگ باشن که باعث بشن شکم در دو طرف افتاده باشه که در ظاهر دیده بشه و این به اصطلاح فراگ ابدومن نامیده میشه، این غیر طبیعیه. یا اگر من یکی از کلیه ها رو خیلی بزرگتر نسبت به سمت مقابل لمس کنم، این هم غیر طبیعیه و حتما باید توجه بشه. هر گونه توده دیگری در شکم، اتساع بیش از حد شکم به صورت در واقع غیر طبیعی یا سفت بودن شکم یا تندرنس شکم به صورت غیر طبیعی محسوب میشه و باید که حتما در معاینه ذکر بشه. خب بعد از جنرال کاندیشن پس من معاینه قلب و ریه، معاینه چشم و معاینه شکم رو انجام دادم. حالا میرم و معاینه وایتال ساین رو انجام میدم. وایتال ساین همونطور که اسمشون پیداست علائم حیاتی، ردیف معاینهشون هم همیشه حیاتیه و ما تا اونجایی که بشه اینها رو باید زودتر در نوزاد انجام بدیم. همونطور که میدونید وایتال ساین شامل ارزیابی علائم حیاتی هارت ریت، تعداد تنفس یا رسپیراتوری ریت، دمای نوزاد یا تمپرچر و اندازه‌گیری بلاد پرشر در نوزاد هست. معاینه هارت ریت. معاینه هارت ریت همونطور که میبینید در تصویر در نوزاد توسط سم انجام میشه. یعنی ما پالس ریت رو در نوزاد اندازه گیری نمی کنیم، بلکه هارت ریت رو با گوشی اندازه گیری می کنیم. ما برای اندازه گیری هارت ریت اون رو در 6 ثانیه میشماریم و در 10 ضرب می کنیم. مثلا نوزادی که هارت ریتش در مدت 6 ثانیه 12 تا هست، یعنی هارت ریتش 120 در دقیقه هست. تعداد نرمال هارت ریت در یک نوزاد به طور معمولی بین 100 تا 160، اما اگر هارت ریت نوزادی در موقع خواب از 90 کمتر
و در موقع اکتیویتی از 180 بیشتر باشه برادیکاردی یا تاکیکاردی تعریف میشه. معاینه رسپیریتوری ریت یا ریت تنفس در نوزاد. کلا تنفس در نوزادان پترن خاصی داره که به این پترن تنفس پریودیک میگن. پترن تنفس پریودیک یک تنفس دوکی شکله، خیلی شبیه به اون چیزی که ما در تنفس شینستوک میبینیم. در واقع عیناً شبیه اون چیزیه که ما در تنفس شینستوک میبینیم. این پترن تنفس رو داره در تنفس پریودیک به شما نشون میده. همونطور که میبینید یک نواحی از آپنه، یک آپنه کوتاه مدتی وجود داره، بعد تعداد تنفس از کم با دامنه کم شروع میشه، بعد کم کم تعداد و دامنه زیاد میشه، دوباره دامنه و تعداد کم میشه، دوباره به یک آپنه ختم میشه. پس یک آپنه، تنفس کم، تنفس زیاد، تنفس کم و دوباره آپنه هستش. این آپنه در تنفس پریودیکی، تنفس در واقع پترن فیزیولوژیک تنفس در نوزاد هست، هرگز مدت زمانش از 15 تا 20 ثانیه بیشتر نیست. معمولا 10 ثانیه هستش، ولی هرگز از 15 تا 20 ثانیه در حالت فیزیولوژیک بیشتر نیستش. هرگز با برادیکاردی یا با سیانوز همراه نیست. اگر این آپنه با برادیکاردی یا سیانوز همراه باشه یا اگر زمانش از 20 ثانیه بیشتر شد، دیگه این آپنه فیزیولوژیک نیست، آپنه پاتولوژیکه و باید حتما علت اون بررسی شه. به هر حال منظور اینه که چون تنفس در دوره نوزادی شکل تنفس پریودیک رو داره، ما میایم برای شمارش تنفس رو در 1 دقیقه کامل اندازه گیری میکنیم. ببینید اگر من بیام تنفس رو در مدت کوتاهی در کسری از دقیقه بیام ارزیابی بکنم، مثلا اگر اینجاها باشم فکر میکنم تعداد تنفس نوزاد خیلی کمه، یا اگر که در اینجاها باشم فکر میکنم تعداد تنفس خیلی زیاده. به طور نرمال تنفس نوزاد 30 تا 60 تا در دقیقه هستش و کمتر از 30 تا برادیپنه و بیشتر از 60 تا تاکیپنه ارزیابی میشه. برای اندازه‌گیری تمپرچر در نوزادان ما در بدو تولد 1 نوبت فقط تمپرچر رو رکتال اندازه میگیریم. بعد از اون ما هرگز تمپرچر رو رکتال اندازه نمیگیریم، برای اینکه اندازه‌گیری تمپرچر رکتال میتونه برای نوزاد با عوارضی همراه باشه، میتونه به ناحیه آنوس صدمه ایجاد بکنه، میتونه تحریک واگ بده و برای نوزاد باعث برادیکاردی یا آپنه حتی بشه. در بعد تولد ما 1 نوبت تمپرچر رو رکتال میگیریم برای اینکه از باز بودن کانال آنال مطمئن بشیم و به این صورت آترزی های آنال رو رد کنیم. البته همونطور که میبینید اگر آترزی آنال که 2 نوعه، یه نوع لو داریم که پایین تره و یه نوع های داریم که بالاتره. اگر که آترزی آنال در نوع های باشه، حتی شما درجه رکتال رو هم بذارید، درجه رکتال به راحتی رد میشه. بنابراین بررسی یا تشخیص آترزی آنال از نوع های با گذاشتن درجه رکتال امکان نداره، ولی انواع لو رو به این صورت شما میتونید که رولاتش بکنید. در بعد از موقع تولد ما همیشه درجه رکتال رو درجه تمپرچر نوزاد رو به صورت آگزیلری میگیریم. همونطور که میبینید، ببینید درجه رو در ناحیه آگزیلری گذاشته و دست نوزاد رو به این صورت نگه داشته، تا اینکه نوزاد دستش رو تکون نده و اقلا ما 3 دقیقه درجه رو در این حالت نگه میداریم. تمپرچر نرمال در نوزادان کور تمپرچر باید بین 36.5 تا 37.5 درجه سانتیگراد باشه، یعنی اون تمپرچر رکتال، و تمپرچر آکسیلری تقریبا نیم تا 1 درجه سانتیگراد از این میتونه که کمتر باشه. خب برای اندازه‌گیری فشار خون در نوزاد حتما ما باید کاف فشار سنج مناسب داشته باشیم که اندازه اون حدود 2/3 بازوی نوزاد باشه. اگر خیلی کوچکتر یا خیلی بزرگتر باشه فشار خون رو نمیتونه که درست اندازه گیری بکنه. نوزاد باید در وضعیت ریلکس باشه. در موقعی که نوزاد خیلی گریه میکنه اندازه گیری فشار خونش ممکن نیست. ما از روش های در واقع
گوشی یا روش نبض نمیتونیم برای اندازه‌گیری فشار خون در نوزاد و شیرخواران کوچیک استفاده کنیم. ما در NICU خودمون از روش‌های اسیلومتریک استفاده میکنیم که خب وسایل خاص خودش رو لازم داره، اما برای اینکه یک کار پرکتیکال شما بتونید که در واقع پرکتیکال بتونید این کار رو انجام بدید، ما متدی رو پیشنهاد میکنیم که بهش متد فلاشینگ گفته میشه. متد فلاشینگ اونطوری که امیدوارم در این تصویر ببینید، من متاسفانه اسلاید بهتری نتونستم که پیدا بکنم. به هر حال به این صورت هستش که شما کاف فشار سنج رو به بازوی نوزاد میبندید، بعد بازوی نوزاد رو بالا نگه میدارید، بعد شروع میکنید با یه سری حرکاتی مثل حرکات دوشیدن یا بانداژ دست از بالا به پایین جریان خون سطحی دست رو خالی میکنید. هنوز شما کاف فشار سنج رو باد نکردید. خب حالا که شما دست نوزاد رو میدوشین، دست نوزاد چه رنگی میشه؟ رنگ پریده میشه، درسته؟ خب حالا من میام کاف فشار سنج رو باد میکنم، حالا دستش رو میارم پایین. چون کاف فشار سنج باد کرده، دست نوزاد به همون رنگ پریده فعلا میمونه. حالا میام یواش کاف فشار سنج رو باز میکنم تا کم کم فشارش کم بشه و به دست بچه، به ساعدش و به رنگ ناخونهاش نگاه میکنم. در یه لحظه یهو من میبینم که تغییر رنگ اتفاق میفته و رنگ صورتی رو برمیگرده، انگار که جریان خون دست راه افتاده. این لحظه در واقع لحظه ای هستش که درجه فشار سنج شما یه فشار یک ذره کمتر از فشار سیستول رو نشون میده که ما این رو همون مطابق فشار سیستول تقریبا در نظر میگیریم. این روش برای نوزادان و برای شیرخواران کوچیک قابل استفاده هستش. در شیرخواران بزرگتر و در بچه‌هایی که دیگه پوست پلوف میشه روش قابل استفاده نخواهد بود. به صورت معمول ما انتظار داریم که فشار سیستول در یه نوزادی که ترم هستش بین 60 تا 80 میلیمتر جیره فشار در واقع سیستولش باشه، ولی باید توجه کنید که بر حسب سن حاملگی و سن نوزاد فشار خون نرمال در نوزادان با هم که تفاوت داره و باید شما اون رو روی جدول و ببرید و سطح مربوط به هر نوزاد رو پیدا بکنید تا بفهمیم که آیا این فشار خون برای نوزاد مناسب هست یا نه. خب ما وایتال ساین نوزاد با هم اندازه گرفتیم، حالا میریم سراغ اندازه گیری اندکس های رشدی. اندکس های رشدی که حتما باید در هر نوزادی اندازه گیری بشه وزن، قد و اندازه دور سر در نوزاد هستش. برای اندازه گیری وزن باید از ترازوهای دقیقی استفاده بکنیم که به علاوه منهای 10 گرم بیشتر ما انحراف در واقع نشون دادن وزن رو نداشته باشن. نوزادان با وزن نرمال 2500 تا 4500 گرم در زمان ترم با متوسط 3500 گرم به دنیا میاد و با هم صحبت کردیم که بچه‌هایی که وزن 2500 گرم یا کمتر داشته باشن LBW یا لو برت ویت نامیده میشن. نوزادانی که وزن بالای 4 کیلو داشته باشن ماکروزوم نامیده میشن که گفتیم در کشور ما وزن بالای 3 کیلو 850 به عنوان ماکروزوم تعریف شده. برای اندازه‌گیری قد نوزاد ما نوزاد رو در روی قد سنج قرار میدیم، یا اگر قد سنج نداریم اشکالی نداره، نوزاد رو روی سطح سفتی مثلا میز چوبی قرار میدیم، در حالی که زانوی نوزاد کاملا اکستند هستش و مچ پای نوزاد کاملا در وضعیت عمودی قرار گرفته. فاصله بین بالاترین قسمت کرانیومش رو تا پاشنه پاش اندازه میگیریم. نوزادان با قد 45 تا 55 سانتیمتر سن ترم به دنیا میان با متوسط 50 سانتیمتر. برای اندازه‌گیری دور سر ما در واقع محیط دور سر رو در فاصله بین برجستگی پس سری و برجستگی ابرویی با 1 متر
پلاستیکی یا متر پارچه‌ای اندازه میگیریم. بعد اینو حدود 1 سانتی متر بالا میبریم، دوباره اندازه میگیریم، 1 سانت پایین میاریم، دوباره اندازه میگیریم. یعنی 3 نوبت اندازه میگیریم. بزرگترین اندازه‌ای رو که پیدا کردیم به عنوان اندازه دور سر در نوزاد ثبت میکنیم. اندازه دور سر نرمال در نوزادان 32.6 تا 37.2 سانتیگراد در زمان ترم هست با متوسط 35 سانتیمتر. به هر حال شما اندکس های رشدی رو که اندازه گیری کردید حتما باید اون رو روی جداول صدک های مربوطه ببرید و با صدک مربوطه ای که بر حسب سن حاملگی بچه و سن بچه شما اون رو به دست آوردید بیان بکنید. میدونید که بیان اندکس های رشدی بدون اینکه شما صدکش رو ذکر کنید در طب اطفال اصلا معنی پیدا نمیکنه. خب حالا من اندکس های رشدی رو هم معاینه کردم. حالا میرم معاینه نوزاد رو از بالا تا پایین از جمجمه نوزاد در واقع انجام میدم. خب ما در معاینه جمجمه هستیم. من نوزاد رو حالا از بالا به پایین معاینه بکنیم. من روبروی نوزاد نیستم، میخوام جمجمه رو معاینه بکنم. جمجمه شایع‌ترین عضوی است که در معرض تروماهای زایمانی قرار میگیره. از طرفی روش و مو پوشونده و این موها هم خب در موقع تولد خیسه به هم چسبیده و ممکنه که واقعا معاینه جمجمه رو مشکل بکنه. بنابراین من در معاینه جمجمه باید خیلی حواس خودم جمع بکنم و به معاینه جمجمه خیلی توجه کنم. برای معاینه جمجمه من در حالی که با هر دو دستم هر میذارم با نوک انگشتانم در واقع میذارم روی پیشانی و یواش یواش میرم به سمت تا میرسم به اکسیپیتال پایین اکسیپول. بعد طرفین جمجمه نواحی تمپوروپاریتال رو لمس میکنم تا برمیگردم همون جایی که اول بودم. بعد در حالی که دستم رو دست غیر غالبم رو زیر سر بچه گذاشتم و یه مقدار سرش رو بالا آوردم، با این دو انگشتم از بغل پیشانی میام و کم کم به سمت بالا روی جمجمه رو لمس میکنم تا میرسم به جایی که به نظرم میاد که یه مقداری اینجا دیگه جمجمه نرمه که این محل فونتانله. همونطور که ببینید در این تصویر ملاحظه میکنید. پس من میام از قدام جمجمه از پیشانی شروع میکنم و با هر دو دستم میام به سمت در واقع اکسیپود و پایین اکسیپود. بعد میام در طرفین جمجمه تا دوباره میرسم به قسمت قدام جمجمه. در اینجا اگر که من شکستگی لمس بکنم، اگر تورمی لمس بکنم، همچنین سوچورها رو میتونم پیدا بکنم و نقایص ساختمانی اگه وجود داشته باشه به دستم میخوره. بعد از بغل پیشانی مثل این تصویر از بغل پیشانی با دو انگشت حرکت میکنم و میام بالا تا اینکه میرسم به قسمت نرمی که فونتانل قدام. فونتانل قدامی همونطور که میبینید به شکل یک لوزیه. من دو تا انگشتم رو روی فونتانل قدامی گذاشتم. حالا میام انگشتانم رو در جهت اقطار فونتانل قدامی باز میکنم و به این صورت حدس میزنم که فونتانل قدامی سایزش چقدره. بعد میام در روی سوچور ساجیتال با همین دو انگشتم پیش میرم تا میرسم به فرو رفتگی دیگه‌ای که فرو رفتگی خلفی فونتانل خلفیه. فونتانل قدامی به شکل یک لوزیه. من اندازه اقطارش رو با انگشتم حدس زدم و بعد میام و فونتانل خلفی رو که به شکل یک مثلث هست پیدا میکنم. در معاینه سر ما باید توجه بکنیم که روی سر هیچ برویز وجود نداشته باشه، تورم وجود نداشته باشه، هیچ در واقع بریدگی من نبینم. خب من فونتانل ها رو پیدا میکنم و اندازه اونا رو حدس زدم. اندازه فونتانل قدامی
2 به اضافه منهای 1 سانتیمتر به طور معموله. اگر که یعنی از 3 در 3 سانتیمتر بزرگتر باشه این فونتانل واید محسوب میشه. فونتانل خلفی اندازش حد اکثر 1 در 1 سانتیمتره. فونتانل خلفی واید خیلی اهمیتش از فونتانل قدامی واید بیشتر هستش، ولی به هر حال فونتانل اگر واید باشه نیاز به بررسی و نیاز به توجه داره. فونتانل قدامی یا خلفی اگر که واید باشه ما باید به فکر ریکتس مادرزادی، به فکر هایپوتیرویدی، به فکر افزایش فشار داخل جمجمه، به فکر هیدروسفالی و به فکر اختلالات در واقع سیستم اسکلتال، اختلالات متابولیسم کلسیم و فسفر، بعضی از عفونت‌های مادرزادی مثل سندروم تورچ، بعضی از سندروم های کروموزومال مثل تریزومی های 13، مثل تریزومی 18، مثل تریزومی 21 و خب خیلی از مشکلات دیگه ای ما باید باشیم. همچنین اگر که من در موقع معاینه فونتانل متوجه بشم که فونتانل بالجه، یعنی از سطح جمجمه بالاتر هست، باید توجه کنم که نشون دهنده افزایش فشار داخل جمجمه ممکنه که باشه. خب این ببینید تصویر داره به شما شکل‌های غیر طبیعی جمجمه رو نشون میده که این یک نوزادی هستش که دچار ماکروسفالی سر بیش از اندازه بزرگ یا هیدروسفالی، این یک میکروسفالی هست. یه نوزادی هستش که به علت ترومای زایمانی دچار سابکالئال هموریج شده که علامتش این هستش که شما ممکنه که یک تورمی در جمجمه ملاحظه کنید و علاوه اینکه در ناحیه گردن شما ممکنه ادم ببینید و میبینید که این ادم در گوشت رو به سمت جلو زده. پس به سمت جلو زدن لاله گوش خیلی اهمیت داره. همونطور که عرض کردم خدمتتون، جمجمه شایع‌ترین عضوی هست که در معرض تروماهای زایمانی قرار میگیره. تروماهای زایمانی مختلفی ما ممکنه که در جمجمه ببینیم. یکی از این تروماهای زایمانی مولدینگه. مولدینگ به این معنی هست که وقتی سر میخواد از کانال زایمانی عبور بکنه، اگر اندازه سر نسبت به سایز کانال زایمانی یک مقداری بزرگتر باشه، در موقع عبور سر استخوان‌های جمجمه روی هم قرار میگیرن که معمولاً استخوان‌های پریتال روی هم قرار میگیرن یا روی استخوان اکسیپیتال و روی استخوان فرونتال قرار میگیرن. این روی هم قرار گرفتن و روی هم رفتن استخوان‌ها رو بهش میگن مولدینگ. بنابراین وقتی شما دارید جمجمه رو معاینه میکنید، مثل اون چیزی که در این تصویر ملاحظه میکنید، یک برجستگی احساس میکنید که در ناحیه سوچور لاین هست. یعنی شما در ناحیه سوچور لاین به نظرتون میاد که اینجا جمجمه یک حالت پله مانندی اتفاق افتاده، انگار یه وج، یه برجستگی وجود داره. مولدینگ یک در واقع مشکل خاصی نیست برای نوزاد، به طور خود به خود در عرض 1 تا 2 هفته بهبود پیدا میکنه. مولدینگ تشخیص افتراقی پیدا میکنه با دپرس فرکچر ها، یعنی اگر که جمجمه در یک قسمتی شکسته باشه که این شکستگی پایین افتاده باشه، از سطح جمجمه پایین تر باشه، اینجا هم شما در معاینه جمجمه یه پله برجستگی، یه وج احساس میکنید. اما فرق دپرس فرکچر با مولدینگ اینه که مولدینگ در ناحیه سوچوره، در حالی که دپرس فرکچر در روی وسط استخوان، خود استخوان اتفاق میفته. اگر دپرس فرکچری در کنار استخوان اتفاق میفته، خیلی آدم باید توجه پیدا بکنه که این تشخیص افتراقیش با مولدینگ مشکل میشه. مسئله دیگه هم که در تشخیص افتراقی مولدینگ ما داریم میکروسفالی. اگر نوزادی دچار میکروسفالی شدید باشه، در دوران جنینی این رشد مغز هستش که باعث میشه که استخوان‌های جمجمه از همدیگه دور بشن و سوچور لاین بینشون به وجود بیاد. اگر که مغز نوزاد رشد نکنه، این استخوان‌ها روی هم میافتن، دیگه چیزی نیست که اینا رو از همدیگه دور بکنه. بنابراین در این صورت هم ممکنه که شما مولدینگ رو پیدا بکنید. تروماهای دیگه‌ای که در معاینه جمجمه شما ممکنه که متوجه اون بشین شامل کاپوت سوکسیدانئوم، سابکالئال هموریج و سفال هماتوما هست.
این نکته شما توجه بفرمایید داره به شما در واقع یه برش در واقع اسکالو داره نشون میده. این قسمت اسکالپ، این خط سیاه اینجا پریوسته، این خط خاکستری قاله ها هستش و این هم در واقع کانکتیو تیشو و در واقع پوست هستش که در روی اون رو پوشونده. اگر که وقتی که سر داره از کانال زایمانی عبور میکنه، در موقع عبور سر و عبور گردن و شانه ها به عروق گردن فشار وارد بشه و به عروق سر فشار وارد بشه، این عروق نمیتونن که خودشون رو خوب در داخل چست تخلیه بکنن و فشار در داخل عروق سر و گردن بالا میره. بنابراین مقداری مایع از مویرک‌های اینها به بیرون پس میزنه. این مایعی که پس میزنه در ناحیه در واقع اسکال بالای پریوس میتونه که به صورت یک ادم پخش بشه. میگن کاپوت سوکسیدانئوم. کاپوت سوکسیدانئوم، ببینید این ادمی هستش که در سر این نوزاد در ناحیه اسکال در بالای پریوس به وجود اومده. این کاپوت سوکسیدانئوم هستش. کاپوت سوکسیدانئوم که اسم دیگهش عبارت است از بوس. بوس یا کاپوت سوکسیدانئوم پس ادمیه که در قسمت کانکتیو تیشو در بالای پریوس اتفاق میفته و این در واقع ادمی هستش که در سر پخشه، از سوچور لاین ها رد میشه و معمولا دو طرفه هستش. در عرض 1 تا 2 روز خود به خود برطرف میشه، خطر خاصی نداره. اما اگر این فشاری که به ناحیه در واقع این عروق وارد میشه، اگر این تروما همراه با یک ترومای ناگهانی باشه که باعث خونریزی بشه و این خونریزی در نواحی عمقی تری اتفاق بیفته، مثلا اگر در ناحیه زیر گاله ها اتفاق بیفته، ایجاد سابگالال هموریج میکنه. به خصوص در نوزادانی که با وکیوم متولد میشن، فشار وکیوم میتونه باعث سابگالال هموریج بشه. ناحیه گاله ها فنوروزیس یک ناحیه خیلی لوزی هست، بنابراین این خونریزی در اینجا به راحتی پخش میشه، دیگه راحت متوقف نمیشه و به صورت یک ادم ژنرالیزه‌ای در سر بچه به وجود میاد. خیلی احتمال داره که نوزاد رو به سمت شوک ببره و همینطور میتونه که باعث آنمی در نوزاد بشه، افت فشار خون در نوزاد بشه و همونطور که تصویرش رو خدمتتون نشون دادم میتونه که باعث ادم در ناحیه گردن و برگشت در واقع گوش‌ها به سمت جلو بشه که یک علامتی از سابگالال هموریج هستش. اما اگر ضربه‌ای که این تصویر داره یک دپرس فرکچر رو نشون میده. کلاً فرکچرها در تروماهای زایمانی، فرکچرها دو نوع هستن، یا فرکچرها لینئار هستن به صورت خطی هستن یا فرکچرها به صورت دپرس هستن. فرکچرهای لینئار خیلی خطرشون کمتره، معمولا در عرض 10 روز تا 2 هفته خود به خود جوش میخورن. خطرناکترین وقتی که در ناحیه اوکسیپیتال اتفاق میفته. میدونید که در اوکسیپیتال یک صفحه صدفی داره و یه سوراخ قاعده‌ای. اگر این فرکچر خطی در جای اتفاق میفته که صفحه صدفی رو به سوراخ قاعده‌ای وصل میکنه، این میتونه خیلی خطرناک باشه برای اینکه در زیر این سیسترن ماگناست و میتونه باعث پارگی سیسترن ماگنا و مرگ نوزاد بشه. همینطور اگر در روی استخوان تمپورال باشه، از اونجایی که در اینجا شریان میدل منینجال آرتری که شریان بزرگی رد میشه، باز اینم میتونه با خونریزی زیادی همراه باشه. در نواحی دیگه معمولا لینار فرکچرها خطر خیلی خاصی ندارن، ولی دپرس فرکچر یا فرکچر فرو رفته در جمجمه نوزادان میتونه خیلی خطرناک باشه. به دو صورت تظاهر میکنه. یکیش به صورت این
تصویر هستش که همونطور که میبینید مثل توپ پینگ پونگ یه قسمت از جمجمه در واقع فرو رفته، میبینید مثل این هستش. تصویر دیگه‌ش هم اینجا همینطوره، ببینید این تصویر رادیولوژیکشه، مثل یک توپ پینگ پونگ فرو رفته و این خود نوزاده، پس این یک دپرس فرکچره. نوع دیگهش به این صورت هستش که استخوان کامل جدا شده و افتاده روی سطح بافت زیریش. وقتی که شما جمجمه رو معاینه میکنید یک سوراخی در روی جمجمه میبینید که اطراف اون به صورت تیز و مزرس هستش. پای زایمانی دیگه‌ای که شما ممکنه در نوزاد ملاحظه بکنید در جمجمه سفال هماتومه. اگر هنگام که سردار از کانال زایمانی رد میشه به در واقع تیزی استخوانی برخورد بکنه که یک ضربه ناگهانی به جمجمه نوزاد وارد بکنه، یک در واقع ضربه خیلی عمیق‌تر و ضربه شدیدتر، این ممکنه که باعث خونریزی در ناحیه زیر پریوس بشه. پس سفال هماتوما خونریزیه که در زیر پریوس اتفاق میفته. همونطور که میدونید و در این تصویر هم میبینید، ببینید پریوس به استخوان محدوده. سفال هماتوم باعث بلند شدن این پریوس میشه و در زیر این پریوسه. بنابراین سفال هماتوما تورمی هستش که به یک استخوان محدوده و این تفاوت اون با سابگانال هموریج و تفاوت اون با کاپوت سوکسیدانوم یا بوس هستش. این سفال هماتومه همطور که میبینید به یک استخوان محدوده، از خط وسط رد نشده و سفال هماتوم یه خونریزیه. چون یه خونریزیه بنابراین میتونه یه خونریزی بسته، میتونه با آنمی و میتونه با زردی در نوزاد همراه باشه. چندین هفته تا ماه طول میکشه تا سفال هماتوم برطرف بشه و در داخل سفال هماتوم وقتی کم کم داره برطرف میشه، گاهی از اوقات کلسیفیکاسیون های ریزی اتفاق میفته که تا سنین بزرگسالی هم در زیر پوست سر ممکنه که این لمس بشه. اگر نوزادی دچار سفال هماتوم بشه، در 20 تا 30% موارد ممکنه در زیر این سفال هماتوم یک نوع فرکچر اتفاق افتاده باشه. نوزادی رو که دچار سفال هماتوم شده باشه 48 ساعت تحت نظر در همون کنار مادرش نگه می‌داریم، مرخص نمی‌کنیم و دوباره مجددا ویزیت میشه. اگر سایز سفال هماتوم خیلی بزرگ باشه از اول، اگه در حال افزایش باشه، اگر سایز سفال هماتوم بزرگ باشه، منظور این هستش که از 4 سال بیشتر باشه، اگر با علائم عصبی سفال هماتوم همراه باشه، مثلا نوزاد بیحال باشه، نوزاد اکتیو نباشه، نوزاد دچار تشنج بشه، کاهش سطح گوشیابی داشته باشه و اگر وقتی من دارم دور این سفال هماتوم رو لمس میکنم متوجه بشم که دورش فرو رفته هست یا اینکه خط شکسته لمس کنم یا دورش ببینم مزرسته، باید به وجود دپرس فرکچر یا لینار فرکچر شک بکنم و در این صورت هستش که حتما من باید از نوزاد ایمیج استادی مثلا سی تی اسکن و اسکال ایکس ری باید به عمل بیارم. پس فوت سوکسیدانوم یا بوس یک عارضه خوشخیمی هست که در عرض چند روز برطرف میشه، 1 تا 2 روز. مولدینگ در عرض 1 تا 2 هفته و معمولا خوشخیمه و برطرف میشه، مگر اینکه به علت میکروسفالی یا به علت در واقع یعنی مولدینگ نباشه، یک دپرس فرکچر باشه. سابگانال هموریج میتونه خیلی خطرناک باشه، نوزاد رو به شوک ببره و نیاز به اقدام جدی داشته باشه و سفال هماتوما لازمه که تا 48 ساعت نوزاد تحت نظر گرفته بشه و بعد از اون معمولا چند هفته تا چند ماه طول میکشه تا برطرف بشه. فرکچر اگر سر نوزاد ما پیدا کرد، حتما باید که مشاوره جراحی مغز و اعصاب برای نوزاد بشه. خب این یک تصویری هستش از یک در واقع هماتومی که به دنبال استفاده از وکیوم در این نوزاد اتفاق افتاده. اینا
نکروزی هست که در پوست سر نوزاد به دنبال استفاده از وکیوم اتفاق افتاده و جای تیغه فورسپس رو در روی سر این نوزاد میتونید که به عنوان یک ترومای زایمانی ملاحظه بفرمایید. خب ما معاینه جمجمه رو خدمتتون عرض کردم.